درود و سلام به یکایک شما تماشابینان عزیز و گرامی ما. آمدید به برنامه روزانه فکر که امروز با هم در یک موضوع صحبت خواهیم کرد که داغ روز است و هیاهو و سر و صداها در بالای این موضوع خیلی زیاد است. این هم باشد تماشابینان عزیز و گرامی، ما میخواهیم صداهایی که از بیرون به سوی تاجیکستان روانه شده است میخواهیم خاموش بکنیم. اما این شدنی هست یا نیست در برنامه امروزه گفته میگذاریم. در برنامه امروزه که نام برنامه روزانه فکر هست، البته من فکرهای شخصی خودم رو بیان بکنم و شما نیز تماشابینان عزیز در زیر این نوار در جای نظرگاه کمیتر نظرهای خودتان را خواهد گفت و امیدوارم که هر یک نفر نظری خودش را میکرد. ما از نظرهای شما خواهیم استفاده کرد. تماشابینان عزیز، خیلی که به همه ما معلوم است، بعد از آن که پارلمان جمهوری تاجیکستان به قانون منع سطر حجاب امضا کرد و آن را به مجلس ملی گسیلانید و حالا سنه 19 ایون مجلس ملی جلسه برگزار میکند و شاید به آن امضا گذاشته شود، در کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه و دیگر نواحی کشور مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی یک رید مشترک با کارمندان مقامات انتظامی و دیگر مقامات ها مثل مقامات امنیتی ریدها برگزار کردند و از سر زنان روسریشان را گرفتند، مجبور کردند به گرفتن و آنها را برای سپاریدن جریمه تهدید کردند. و اما وقت سر و صداها از بیرون زیاد شد و حتی بعضی از علمای افغان علیه تاجیکستان جهاد اعلان کردند و گفتند که جهاد علیه تاجیکستان فرض شده است. یک و یک باره در تاجیکستان رنگی روی حکومتداران پرید، در بدنشان لرزه دمود و مرغی که بدنشان نیز دمید و گپ را دیگر کردند. ملاهای آبرومند کشور را برآوردن، گفتند که این طور نبود، یک کم دیگرگونی فهمیده شده است، یک دیگر نافهمی فهمیده شده است، یک دیگر نافهمی شده است ببخشید، و این یک دیگر نافهمی بین خودمان برطرف میشد. آنهای مسئولین مقامات دولتی به جای سله کله برده اند، یعنی با آنها گفته نشده است که رومال زنان را بکشید و آنان را سرلوچ کنید، بلکه مقصد مقامات این است که با همون متای ملی، با همون کرتهای ملی طلبات شرعی را اجرا کنند. این گپ از زبان سلیمان دولتوف، رئیس کمیته دینی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، از زبان سید مکرم عبدالقادر زاده، از زبان عبدالرحیم خالقوف، از زبان دیگر مقامداران سر زد. بعد از آن از زبان حاجی میرزا چند ملای دیگر که در تاجیکستان نفوذ دادن صدا شد که نه نه نه، در ما سطر را کمان کرده است. تو رپ سرای ها برآمدن و همشون قبلشان یک خیل بود، گپشان یک خیل بود، مثل خار می سرودن که نه، در تاجیکستان سطر من نشده است. کی گفته است که سطر من شده است؟ در تاجیکستان همه گل است. فقط طلبات این بود که هر یک کشور، هر یک ملت لباس خودش را دارد و طلبات این شد که کسانی که سطر و حجاب به بر میکنند، به سر میکنند، یعنی روسریشان را، یعنی روسری هایشان را ملی پوشند، یعنی کرته های ملی پوشند و با همون سر و لباس ملی طلبات شریعتی را که به روی زنی مسلمان معین کرده است بپوشانند. و کسانی که در خارج هستند ما را نادرست فهمیدند. آنها چیکار دارند که به مسائل داخلی ما سر کار میگیرند و آنها خودشان را جمع کنند، لطی دارند، این دارند، آن دارند، خصوصا به اون مولوی هایی که از افغانستان صدا بلند کردند
تمام ملامت‌های واکنشی سوی آنها بارانیده شد. اما نه فقط در این مسئله علمای افغانستان، دوملاهای افغانستان از منبرهای مساجد برآمد کردند، بلکه ترک ها نیز یک کشور ابرقدرت ترکیه که در بسیار کانفلیکت های بین المللی داوری میکند و از گپ های اولین را در عرصه بین الملل میزند، به علمای کشورش حق داد که آنها در نماز جمعه علیه تاجیکستان تظاهرات پخش کنند، یعنی اظهارات دهند، اظهارات دهند و بگویند که ما یعنی با بانوان تاجیکستان همصدایی میکنیم، برای جانبداری از آنها هستیم و این قانونی که مجلس نمایندگان تاجیکستان به امضا رسانیده است محکوم میکنیم. در اکثر مسجدهای بزرگ ترکیه اظهارات دادند امام خطیبان مساجد ترکیه، علیه آنها تاجیکستان زبان نکشاد. جیم اگر 3 دوملوی افغان گپ زدگی باشد، در ترکیه نکم از 100 دوملوی ترکیه گپ زد. بر ضمن این انجمن علمای مسلمان دنیا، یک سازمان با نفوذ بین المللی، در وبسایت رسمی خودش اظهارات نشر کرد و در آن تمام عملهای حکومت تاجیکستان نسبت زنها، کشیدن روسری، هجوم به آنها، برآوردن این قرار قانون در آن محکوم کرده شد و از مردم تاجیکستان طلب کرده شد که خواهش کرده شد که به این گوش ندهند، صدای خود را بلند کنند و حق حقوق خود را طلب کنند. بر ضد این علمای انجمن علمای مسلمانی دنیا نیست یگان گپ حالا یگان کس نگفته است، چون که میدونن که یگان گپ زدن مثل با اون دوستان دوملوی که از افغانستان گپ زد، مثل اونها گپ زدن حالشان چی میشود میدونند، برای همین صدایشون نبرآمد. یعنی صدا بلند کنی هم سیاسی شدگی است، صدا بلند کنی هم دیپلماتی شدگی است. به کجا ضرورت میرسد صدایت رو بلند میکنی، به کجا ضرورت نمیرسد یک دستت در دهن، یک دستت در جای دیگرت خاموش می ایستی. صدا بلند کردن هم دیپلماتی است. خوب تماشابینان عزیز، حالا ما درباره همین چیز گپ میزنیم، یعنی باز درباره روسری؟ نه دوستان عزیز، ما درباره این گپ میزنیم که ریشه این در کجاست، ریشه این هیاهوی های در کجاست. چرا علمای افغان، دوملاهای مولوی های افغان به تاجیکستان جهاد اعلام میکردن علیه تاجیکستان؟ چرا از ترکیه ایستاده به ما میگفتن که به گپ حکومتتان گوش ندهید؟ چرا علمای دنیا یک میشدند علیه حکومت تاجیکستان اظهارات پخش میکردند، اظهارات نشر میکردند؟ چرا؟ آیا بدون این هم میشد؟ آیا پیش این راه اینها را گرفته میشد؟ آیا ما میتوانیم که بدون ملامت عالمیان زندگی کنیم؟ همین تروریست دانسته شدن و با تروریستی مشهور شدن بس نبود؟ چرا ما اینقدر با هیاهو کار میکنیم و دایم بر ضرر خودمون انجام مییابد؟ هر یک تصمیمی که امروز حکومت تاجیکستان میگیرد بر ضرر خود تاجیکستان، با کاهشی آبروی، عزت و حرمت احترام تاجیکستان در عرصه بین الملل تمام میشه. و چرا؟ آیا کسی وجود دارد که در تیم رژیم تاجیکستان همه این چیزها را دوربینی کند و پیشگیری کند و برای پیشگیریش پیشنهادهای
سازنده به حکومت پیشنهاد کند و آیا یک گوش شنوایی در این حکومت وجود دارد که پیشنهادهای سازنده شنویده شود؟ آیا هست در حکومت تاجیکستان که بگوید که اگر ما این کار را کنیم در عرصه بین الملل بدنام میشویم، شرمنده میشویم و همه به سوی ما انگشت ملامت دراز میکند؟ آیا کسی هست که در این باره اندیشد؟ من فکر میکنم که هست. من این امید رو دارم که در تیم حکومت جمهوری تاجیکستان هستند نفرانی که دوراندیش هستند، دوربینی کرده میتوانند به همین حکومت جمهوری تاجیکستان، به رهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهادهای سازنده پیشنهاد کرده میتوانند. اما مشکلی در گوجاست که این گونه پیشنهادها قبول نمی شود و مشکلی در گوجاست که ما همیشه با سبب تصمیم های نادرست مقامات تاجیکستان یا حکومت تاجیکستان همیشه در عرصه بین الملل سرخم، زبان کوتاه، زیر ملامت میمانیم، زیر ملامت عالمیان میمانیم. چرا؟ حالا رپر میبرارن گپ میزنونن، ارتسکه میبرارن، حافظه میبرارن گپ میزنونن، یک کمپری خونشینه میبرارن گپ میزنونن، پشت دامان کمپری خونشین، پشت دامان ارتسکه، پشت مویلبی رپر پنهان میشوید. یک حکومتی که وزارت امنیت دارد، انالیتیک دارد، چی دارد، اداره استراتژی دارد، تحلیلی دارد، چندین وزارت دارد، میبرید پشتی یک ارتسکه پنهان میشود. یک ارتسکه میبرد تو منت دفاع کنین، یک رپر میبرد تو منت دفاع کن، یک کمپر میبرد عمرش در رومال نپوشیده، رومال پوشونده میبرد تو منت دفاع کن. وقتی گپ زنیش این تکند آستینش تا نیمی شش رفته رسه. من از همان سطر پوشتگی آدمی که سطر پوشته عادت کردگی است، او نزاکت سطر میدوند که باید از اینجای دستش کرتش پای نفراید، با پروا باشد، او دائما این چیز رو پروا میکند. شما یک نفر، یک زنکی که در عمرش سطر چی حجاب چی نمیداند، میبرارید درباره سطر حجاب و رومال پوشونده گام بزنونید، اون مثل عادتهای پیشترش پروا ندارد که این کرتش تا اینجا فرماده رفته ایستاده است، تا گوشش فرماده رفته ایستاده است، رومالش آیا رومال بستگیش طلبات شرعی حجاب پوشی رو یعنی بجا آورده است یا نه نمیداند. فرق نداره، دستش رو بالا برداشته ایستاده است، کتش تا نیمی دستش فرماده رفته ایستاده است و از شما دفاع کرده ایستاده است. همین بیعقلی نیست؟ همین بیعقلی نیست؟ یک بیعقلی دیگرتون که تمام کسایی که گپ میزنن درباره افغانستان گپ زنن یک شعر ازیاد کردگی هستن. شما این هستید، شما اون هستید، تا حاجی میرزایه همتون یک گپ گفتین، کدام دو ملا باشد همش یک گپ. مگر از همینجا معلوم نیست که شما یک ورق رو خونده ایستادید، به یک ورق دادگی است، از روی یک ورق گپ زده ایستادید. پس تا این حد بیچاره میشوید وقتی که یک تصمیم نادرست رو میگیرید و به یک ملامت بین المللی دچار میشوید، اینقدر بیچاره میشوید که به این چنین مردم رو میبرید. پیشکی همین رو چاره اندیشی کنید نمیشد. در کشوری که 97% اهالیش مسلمان است، 97% اهالیش مسلمان است، 99% اهالیش دیندار است، 99% اهالیش دیندار است. شما فکر نمی کنید که علیه دین، علیه باور مردم، علیه احساس مردم کار کردن، قانون برآوردن
این بر ضرر شما انجام می شود. در کشوری که من زندگی میکنم تقریبا 30% اهالیش یعنی خدا ناباور هستند، یعنی به خدا باور ندارند. یک قسمی کمترین اهالیش شاید فویز معین مثلا مسلمان هستند، 20% اهالیش نصرانی هستند، یهودی هستند، اما بدین مردم همون جای کار گرفته می شود که همون شخص قانون رو ویران کرده است، قانون رو رعایت نکرده است. بدینش کار نمیگیرند، به کردارش کار میگیرند، به رفتارش کار میگیرند. برای به رفتار کردارش کار گرفتن مقامات انتظامی تا اینکه گناهکار بودن آن را ثابت نکند او را بازداشت نمی کند. در ما اول بازداشت میکنند، بعد گناه میکنند، اعلان میکنند که در ما فلانچی را بازداشت کردیم، یگان کس جبر دیدگی باشد به ما نویسد. بعد مردم چند کس میبیارند علیه وی می نویسد این پول من دزدیدگی بود، این من فریب دادگی بود، در مهاجرت ماشین من گرفتگی بود ندادگی بود، پول من گرفته بود نداده بود. بعد جمع میکنند، بعد این رو به قلابی متهم میکنند، به چیز دیگر متهم میکنند و میبرند زندانش میکنند. مثل عزت اما رو بردن محکمش کردن، بعد گفتن که ما اینو آوردیم کسایی که دعواگر هستید شکایت کنید ما دیده میبریم. بعد دیده برآمدن، بعد محکمش کردن. و چندین نفر زندانیایی که در تاجیکستان حالا زندانی هستن به حکومت که معقول نشدن گفتن میبرن، باز میسوزن صحنه را. زید سعید هم همین خیل کردن. اما در کشورهای متمدن اینطور نیست. به دینت، به دیانتت، به عقیدت، به اندیشت کاردار نیستن. به شخصیت خودت که یک هم کاردار نیستن، به جنایت تو کاردار هستن. به همون جنایتت که به ترتیبات جمعیتی خلل رسانده‌ای، به امنیت کشور آزادی تو خلل میرساند، با همون سر کار دارند، با همون مشکل دارند. وقتی که به این خلاصه آمده رسیدن تمام حجت ها رو جمع میکنند و تو رو میبردارند. بعد از آن در ما چی؟ در ما به عقیدت سر کار دارن، به اندیشت سر کار دارن، به دینت سر کار دارن، به شخصیت خودت نه. حالا من دلیل میبرم به شخصیت خودت چرا کار ندارن. به حتی به جنایت کاریت سر کار ندارن. در تاجیکستان جنایت ها هم در تاجیکستان سنگین است ناسنگین است فرق ندارد، طرفدار بی‌طرف دارد. اگر تو در جانب حکومت هستی جنایتت مثل کوی قاف باشد، مثل ابرهای آسمان آفتاب را پناه کند، فرق ندارد. تو بخور بگرد، نامرد باشه زنده باشی. اما همین که فکرت دیگر است، اندیشت دیگر است، عقیدت دیگر است، در زندان میگذی به سالهای کم نه 20 سال 25 سال 30 سال 28 سال پشتی داری زندان میگذی. تروریست اکستریمیست از دایش قبضه میبیون 5 سالنده میبرد. ندرست میگم؟ قبضه میبیون یک آدمی آدم کش واهمه قبضه میبیون 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال آدم کشتگی، دزدی کردگی، اینها قاتل چند کس کشتگی 6 سال 7 سال 8 سال از زندان میبرد. مخالف اندیش دیگر اندیش 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال توانند تمام با حبس ابد. حالا به حکم قتل مراتوری اعلام کردگی هستند وگرنه چندین نفر رو اینها میکشتند. نبروی همین که به حکم قتل مراتوری هست با هر راه‌های دیگر در زندان ها کشته شدند، در دیگر جای ها کشته شدند. انا بروی همین دوستان عزیز در تاجیکستان سیاست یک سیاستی
یعنی در سطح یک حکومت نیست. یعنی تصمیم گیری ها مثل تصمیم گیری یک حکومت، مثل تصمیم گیری یک دولت صاحب اختیار و صاحب استقلال که در وی کنستیتوسیون وجود است، قانون کیفری وجود دارد و دیگر قانون ها وجود دارد، مثل این تصمیم گرفته نمی شود در تاجیکستان. در تاجیکستان یک باندیت می براید وار زکان می براید، گپ خودش رو جارو میکند، قانون در یک طرف مونده می رود، گپی وار زکان، گپی باندیت. همین خیلی است. وقتی که گپی باندیت شد دیگه در گرد همین شیف باندیت ها این عقل بطورش نیست، فقط زورش میرسد به همه جا. او اگر مثلا گریم گپی او را گوش نکنی هرچند دونو باشی هم در معنی سرت یک پستلت بزند تمام تو مردی. هرچند دونو باشی هم باید گپی همین احمقه گوش کنی. در تاجیکستان همین خیلی است. میترسن از اینکه گویند که اوی رهبر، اوی جناب این گپ نادرست است، اینا کنیم شرمنده میشیم، زیر ملامت دنیا میمونیم. نه، میترسن، میهراسن، گپش رو گوش میکنن، چی گفت خیر کردن گریم بیا به ما چی. همین خیلی شدگی است در تاجیکستان. حالا من گفتم که دوستان عزیز در تاجیکستان یگان کوشش و غیرتی مبارزه علیه تروریسم وجود ندارد. همش فریب است. چرا مبارزه علیه تروریسم اگر وجود داشته باشد، یک تروریست از همون میدان جنگ قبضه میبرند، 4 سال 5 سال میگیرد میبراید، یک دیگر اندیش مثلا گیم 28 سال 30 سال میگیرد، حبس ابد میگیرد. شاید در عمرش یک تا کورچک مشکشک در دستش دیدگی نیستن و یک پستلت در دستش دیدگی نیستن. او با اکستریمیسم، با تروریسم، با همین چقدر همین ABWGD و جزای کلمنی قانونی کیفری گناهکار می شود، او رو میبرند زندانش میکنند. و آفی رهبر کشور هم، آفی پیشوای ملت جناب عالی هم دروغ است. آف وجود ندارد در تاجیکستان. برای اکستریمیست، برای تروریست، برای کسانی که افراطگرا هستند، عقیده افراطی دارند، آف وجود ندارد در تاجیکستان. دروغ میگوید. همین اکستریمیست های تروریست ها و گروه متشکل جنایی که اینها میخواستند چی میکردن، اگر از پیشوای ملت آف پرسن آف میشن، این گپا دروغ است. در مسئله آف پیشوای ملت همین رو گفتنیم که اگر به این خوشگمانی کنیم که در سطح حکومت شخصانی فهمیده هم کم نیستن، این آف پیش از همه بهانه‌های نگرانده شدگی است که در اصل فکر و اندیشه تروریستی و اکستریمیستی ندارند. آفی همین پیشوای ملت با آنها نگرانده شدگی است که در اصل آنها عقیده و اندیشه های تروریستی اکستریمیستی ندارند. تنها آنها به سیاست پیش گرفته حکومت ناراضی هستند. همین آفی پیشواتون به تروریست و اکستریمیست و تندگرا نه، به همین اکستریمیسم و تروریسم میترسونن، اما خودشون هم میدونن که این آف به اونها نگرانده شدگی است. اونها رو رژیم به تقمه اکستریمیسم تروریسم میترسوند. یعنی شخصانی که دارای عقیده تندگرایی نیستند، با پیش آوردن منفعت ها میتوان او را متقاعد کرد که از همون مبارزه هایش دست کشد و همچون اسیر ماندن به راضی شود و بلای اثرش دور کند. یک 2 هفته 3 هفته برده محکمش میکنن، او را مخشویش میکنند و به منفعت های مشترک او را راضی میکنن. میگن که ما به تو نمیرسیم، تو همجا اسیر میمونی، آزاد میستی، فقط تمام دیگه گپ نمیزنی. هستن بسیار شخصانی که منفعتشون در همین میبینن و راضی میشون. چون شما تصور کنید یک عقیده اکستریمیستی داشتگی، یک عقیده تروریستی داشتگی که میکشد، راضی به این است که یا میکشد یا کشته میشود. راضی به این است که او عقیده تندگرایی اکستریمیستی تروریست دارد، یا میکشد یا کشته میشود. و او اون عقیده است،
او بجان میبراید. او دیگر کردن خیلی مشکل است. صاحب عقیده است او. همون عقیده تروریستی اکستریمیستی به همون شخص شدگی است. از وی برآوردن و انسان خیلی مشکل است. در 2 هفته 3 هفته شما همین آف میشی گفته الده بلده سلده میکنید او میبراید. نه، مگر کسی که به خاطر عقیدهش راضی است که یا بکشد یا کشته شود، او به عفو پیشوایتان راضی میشود و عفو پیشوایتان را قبول میکند. این سفسطه رو به کی میگویید؟ از این میبراید که این سفسطه ها دروغ است. این سفسطه ها محض به همین دیگر اندیشان نگرانده شدگی است. دیگر اندیشان برای حکومت امروزه بدتر از تروریست و بدتر از اکستریمیست است. این رو در تیم خودی رژیم بودگی اونها میدونند. در همین تیم، در همین حکومت تاجیکستان بودگی شخصا میدونند. این است که در تاجیکستان در اصل مبارزه با تروریسم وجود ندارد. مبارزه با تروریسم تماما وجود ندارد. بلکه از ظاهر رفتارهای مقامات دیده می شود مقامات کشور حتی هوسمندی به تروریسم رو آوردن تاجیکان و تاجیکستانیان و با تروریست بودن نام برآوردن شهروندان تاجیکستان است. حکومت تاجیکستان به این خیلی هوسمند است. چرا؟ پایانتر در این باره گپ میزنیم. حالا ببینید تماشابینان عزیز، یک کمتر پراکنده تر گپ میزنم، لیکن در آخر جمع کرده میبیاریم انشالله. چرا در تاجیکستان سازمان‌های غیر دولتی دفاعی حقوق بشر بوغی میشوند؟ بوغی حتی از بین برده شده ایستادند. میشناسید NPO неправительственные организации. اکثریت چه بوغی کرده ایستادند، اکثریت چه از بین برده ایستادند. من وقتی که همین دادرم رو اینها از روسیه دزدیده بردن به تاجیکستان، با چند تا همین NPO ها مراجعت کردم. همش دل لرزک نباشد وظیفهشون، اونها گرانت میگیرن، باید از روی شکایت من کار سر کنن، تحقیقات برند. نه، که مقامات بوغی کرده است دمت نمیبراری. چرا ژورنالیستان در تاجیکستان در مورد زیاد شدن تروریسم و اکستریمیسم تحقیقات ژورنالیستی نمیگذارونند؟ چرا؟ در یاد دارید در این 10 ساله آخر یگان ژورنالیست برآمدگی باشد در داخل تاجیکستان تحقیقات ژورنالیستی گذرانیدگی باشد درباره عامل‌های رشد تروریسم و اکستریمیسم؟ تحقیقات ژورنالیستی گذرانیدگی باشد؟ وجود ندارد. و در رسانه ها آیا یگان تا یک دونه در این 10 سال 15 سال اخیر یگان تحقیقات ژورنالیستی خواندید؟ ما با تروریسم و اکستریمیسم نام برآورده ایستادیم. با تروریسم و اکستریمیسم نام برآورده ایستادیم. یگان تحقیقات ژورنالیستی در این باره وجود ندارد که عامل‌های به اکستریمیسم تروریسم رو آوردن تاجیکان چی است. برای اینکه به این حق نمیدهند. به این حق نمیدهند. هیچ کس حق ندارد. ژورنالیست برای در این باره تحقیقات ژورنالیستی بردن است سری خودش میترسد. چرا رسانه های مستقل از بین برده شدند؟ چرا رسانه های مستقل؟ آزادگان کجا شد؟ تاج نیوز کجا شد؟ نگاه کجا شد؟ کجا شدن اینها؟ چرا از بین رفتند؟ یا اینکه نیم مرده ماندند؟ حالا همین تاج نیوز و آزادگان اینها مثل در امریکا یک گپ برآورده ایستاده بودند. انسان خواهد که عمر دراز بیند یک بار او را
میخواهد که بعد از 200 سال حیات خودش را با یک بار دیگه ببیند که در روی زمین چی میگذرد. همین خیلی کشف کردن که انسان رو به خلدیلنیک به یخدان‌های مخصوص میاندازند و بعد از 200 سال او یخدان‌ها رو میکشوند و گسش زنده میشود. در حیات 200 سال بعد زندگی میکند. همین خیلی گپ برآمده بود. حالا بعضی از رسانه‌های مستقل تاجیکستان مثل تاج نیوز و آزادگان همین خیلی شدگی است. به یخدان پرتافته شدگی هستند. میبینید هست در اینترنت، اما یگان چیز وجود ندارد، چیزی نه. شاید کی امام علی رحمان مرد، بعد آنها از داخل خلدلنیک، از داخل یخدان برآمدنی هستند، بعد زنده شدنی هستند و حیات بعد رحمان را دیدن میخواهند. شاید این رسانه‌های مستقل چرا اینها از بین رفتند و چرا آرزو دارند که حیات بعد رحمان را ببینند بعد فعال شوند؟ برای آنکه در تاجیکستان بعضی استراتژی ها موجود است، بعضی تصمیم ها موجود است که رسانه های مستقل خلل می رسانند، رسانه های آزاد خلل می رسانند، تحقیقات ژورنالیستیکی لازم نمی آید، سازمان های غیر دولتی دفاع حقوق بشر لازم نمی آید و اینها درد سر می شوند. برای همین اینها را دفع کرده هستند. این همه می توانستند. نگاه کنید این نهادهایی که من نامبر کردم، ژورنالیستیک، جامعه شهروندی در عموم مثلا و سازمان های غیر دولتی، اینها میتونستند در جامعه دموکراتی مثل یک دستیار خدمت کنند، مثل یک دستیار به حکومت خدمت کنند. در چی کارها؟ اینها میتونستند در برای آب برآوردن اصلی مسئله خدمت کنند که اصلی مسئله، اصلی مشکلی در کجاست، تحقیقات گذارانند و مشکلی ها را افشا کنند. میتوانستند بسیاری از کارهای مقامات را آسان کنند و همچون دستیار به منت کار کنند، ولی رژیم نمیخواهد سر و اسرار رشد افراطگرایی در تاجیکستان افشا شود. رژیم این را نمیخواهد که چرا در تاجیکستان افراطگرایی رشد میکند این سر فاش شود. حتی در تاجیکستان ادوکاتور همچون یک اینستیتوت دفاع حقوق انسان اهمیت خود را گم کردگی است. ادوکات وجود دارد یا ندارد در تاجیکستان؟ آیا میتوان به ادوکات باور کرد، امید برد که او میتواند در مرافعه سعودی حقوق شما را دفاع کند و شما بیگناه شما را سفید کرده تواند، هرچند مقامات عیبدار کننده دولتی شما را گناهکار میداند؟ همین امید در مردم کشور وجود دارد یا ندارد نسبت ادوکات؟ در چند فایز وجود دارد؟ من میگم در 1% وجود ندارد. تو بیگناهی، مقامات عیبدار کننده دولتی تو را گناهکار میداند، تو به این باور هستی که همین ادوکات قانون رو میداند، حقوق رو میداند و به عیبی تو را، به جرمی تو را اثبات میکند. در چند درصدی اهالی کشور همین باوری وجود دارد؟ در 1% وجود ندارد. این رو میگن جامعه دموکراتی؟ این رو میگن باوری به قانون، باوری به قانونمندی کشور؟ این رو میگن کشوری حقوق بنیاد؟ در کشوری حقوق بنیاد چه خیلی کشوری حقوق بنیاد بوده است که اقلا 1% اهالی باور ندارد که همین ادوکات بیگناهی او را میتواند به ثابت برساند. کارشناسان میگویند که من مثلا در خبر از بود به فکرم یک تحلیلی که رو خوندم، شیر علی رضاییان رو، بسیار تحلیل های همین جوان رو میخونم من. میگوید که در روند پیشگیری افراطگرایی توانمندی جامعه رشد همکاری های توانمندی جامعه شهروندی از جمله وسایط اخبار عامه را تقویت دادن ضرور است. در مجموع رشد همکاری های
ساختارهای دولتی و اینستیتوت‌های جامعه شهروندی منبت نیز ضرور است. نه شیرالی رضاییان گفته است. گپی تو به گوش کی گوش میکند برادر شیرالی؟ به گپی تو گوش میکردن همین گپ تو کیها پیش گفتگی بودی. یک کمتر گوش میکردن یا نه یک کمتر به اینوبت میگرفتن یا نه اقلا یک ذره به گپت گوش میکردن انا همین زیر ملامت عالمیان در آخر از پشت روسری قرار گرفتیم که اقلا همین به میان نمی اومد. جامعه شهروندی در تاجیکستان وجود دارد یا نه؟ اینجا سوال مطرح است. جامعه تاجیکستان من در تاجیکستان جامعه شهروندی وجود دارد یا نه؟ یگان نفوذ دارد یا نه؟ ببینید در یک جامعه دموکراتی حتی مفهومی با نام جامعه شهروندی را از بین بردگی است. ادوکاتور هست یا نیست زیر سوال رفتگی است. ادوکاتور هست یا نیست زیر سوال رفتگی است. برای چی این طور شدگی است؟ تماشاگران عزیز، با این رفتارش با اندیشه من مقامات چند چیز رو میخواهد به دست بیارد. یکم کسی را که سیاه گفت حکومت، یگان کس سفید کرده نمیتواند. با این راه واهمه رشد افراطگرایی در تاجیکستان تحقق می‌یابد و دقت جامعه جهانی به تاجیکستان جلب می‌شود. بله، انا همین به همین واهمه‌های رژیم تاجیکستان در عرصه بین الملل کرده ایستاده است که در تاجیکستان اکستریمیسم تروریسم رشد یافته ایستاده است. به همین واهمه‌اش کسی خلل نمی‌رساند. نه این دروغ است، ما تحقیق کردیم، تحقیقات ژورنالیستی گذاروندیم نمیگوید، ما نظرسنجی گذاروندیم نمیگوید کسی، ما این رو سنجیدیم این دروغ بوده است نمیگوید. جامعه شهروندی یگان کس برآمده که هر گپ نمیزند، به این گپ همه خاموش، یعنی همه راضی هستند که واقعا در تاجیکستان افراطگرایی و تندگرایی رشد یافته است. با باور کردن جامعه جهانی به رشد افراطگرایی، رژیم به سرکوب مردم کشور، به آدم ربایی در خارج با جرم تروریسم، تشکیل روی خط سیاه، در پیگرد قرار دادن هزارها شهروندان کشور و کسی را خواهد به زندان انداختن، کسی را خواهد کشتن و همه این خودش را حقدار میداند. و جامعه جهانی میگوید که میدونید در تاجیکستان چه حالت رفته ایستاده است. اگر این کار رو نکنم من، اگر این سختگیری رو نکنم من، میدونید چی میشود؟ شما گفتم میگیرید دموکراسی، حقوق بنیادی، حقوق انسان، آزادی انسان، آزادی بیان، گفتم میگیرید شما. اگر من همین رو صدا دمونم میدونید چی میشود؟ یعنی برای در حالت گنگی نگاه داشتن جامعه، این به خودش دلیل پیدا کرده است. و جامعه خاموش، دهان جامعه بین المللی بستگی، یگانه مقصد چی است؟ از سر راهش دور کردن مخالفان و دیگر اندیشان و همان کسانی که خودشان را احترام میکنند و به این طرز زندگی غلامانه روزی نیستند. یک تا همیشه دوزیده بردن میگیرد و همه این واهمه ها را آمده به کشورها کردن میگیرد و اینها هم درست چرا درست میگم؟ برای اینکه این حکومت، برای اینکه این گفته هایش را واقعی نشان دهد، با گماشته هایش میتواند در کشورهای جهان، در کشورهای متمدن ترور تشکیل کند. میرود در ایران تشکیل میکند، میرود در آلمان تشکیل میکند، میرود در روسیه تشکیل میکند با گماشته های خودش، تا اینکه جامعه جهانی رو باور کند که واقعا تاجیکستان، یعنی جوانان تاجیک تندگرایند و افراطی هستند. اما با افراطی ها کاری ندارد. در داخل تاجیکستان با افراطی ها همکاری میکند. افراطی ها
که افراطی هایی که گویا نگاه کنید این منطق رو بینید در کجاست. همون افراطی هایی که گویا افراطی هستند و حکومت تاجیکستان بر علیه آنها مبارزه برده ایستاده است، اونها بر ضد حکومت تاجیکستان یک کلمه گپ نمیزنند و در سیاست پیش گرفته سیاست هم حکومت تاجیکستان هم سیاست تندگراها یک خیل است. فقط اینها بر ضد روشنگران تاجیک، بر ضد مخالفان تاجیک، بر ضد مخالفان سیاسی تاجیک، بر ضد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، هر دوشون یک خیلن با افراطگراها. اینش حزب کفر میگوید و اش حزب خائن میگوید، اینش به زبان دینی گام میزند و اش به زبان سیاسی گام میزند، هر دوش یک خیل گام میزند. یگان تا همین خیل گام میزدگی ها را برده محکم نکرده است. در تگی بینیش میسه در داخل تاجیکستان شده همین گپ میگوید، تمام و یگان کار یگان مشکل ندارد. بنا همین قدر ریش توبنوف رسیدگی رفته بر ضد مخالفان گپ میزند، کی خواهد حقارت میکند، کی خواهد دشنام میدهد، با او هیچ کس کار ندارد. به یک ریش کوتاه ریش دارد ندارد، یک بیچاره یک چیز گفت مان یا یک به یگان دختر گپ پرتافتی تمام 15 سوتکه برده میزنند. گجوست این مبارزه با جنایتکاری چی شد؟ مبارزه با افراطگرایی چی شد؟ مبارزه با تروریسم چی شد؟ چرا دروغ میگویید؟ چرا فریب میکنید؟ شما شریک تروریست هستید، شما شریک اکستریمیست هستید، شما مبارزه ندارید با تروریسم و اکستریمیسم. و در این جاده متاسفانه بدبختانه اینها خیلی موفق هم شده هستند. واقعا موفق هم شده هستند. حالا چند رسانه های همین کشورهای اروپایی رو گوش میکنی یا چند رسانه ها رو وبسایت ها رو میخونی، باور کنونده شدگی است حکومت تاجیکستان که واقعا تاجیک یعنی تروریست. من از آمریکا 8 نفر بازداشت کرده‌اند به جرم آنکه با دولت اسلامی همکاری میکرده است. خدا میدوند انا همین 8 نفری بازداشت کرده شدگی در عمرش پیستولت زنده دید، پیستولت ژیوی دیدگی نیست، تیری پیستولت، تیری تفنگ دیدگی نیست در عمرش. خدا میداند. لیکن تروریست اکستریمیست هستند بازداشت کرده هستند. این میوه کی است؟ نه، این میوه کی است؟ میوه کوری کی است؟ میوه کوری حکومت تاجیکستان. هوی همین تاجیک تروریست و اکستریمیست و تندگرای این خیلی میبود به این عذاب و شکنجه‌ای که در تاجیکستان است قناعت نمیکرد. تا امروز شما نمیرسیدید، اینقدر عمری دراز نمیدیدید در سر حکومت. تاجیک اگر تروریست و اکستریمیست میبود در روسیه به این کله به کله زن و در فرق سرزن و سربرک و به این کشتن‌های و پیش لگت کردن‌ها تن نمیداد، صبر نمیکرد، میرفت آچه زور شما را نشان میداد در تاجیکستان که میگفت تو مرا به چه روز گرفتار کرده؟ به همین بیچاره تاجیک صبر کرده، به تو آشت نگفته ایستاده است، نون تی نگفته ایستاده است، جوی کارت نگفته ایستاده است، زندگی ارزنده تی نگفته ایستاده است، سبد استعمالی هم رو پر کن نگفته ایستاده است. همین به میبیاد تمام عذاب و عقوبت رو به گردن خود گرفته، خودش کار کرده، همین جبر و ظلم رو دیده، اهل و عائله‌اش رو در تاجیکستان به جای تو سیر کرده ایستاده است. تو میبیایی اینها رو در جهان تروریست و اکستریمیست معرفی میکنی، باز کارشناسان تو میبرن میگن که در همین جوانان ما در روسیه تروریست اکستریمیست شده، عقیده های تروریستی اکستریمیستی پیدا کرده ایستادند. به جای اون که این بیچاره ها را شما حفظ کنید، محافظت کنید، از حقوقهایشان دفاع کنید، چون که اینها به جای شما کار کرده ایستادند. جای کارش را توی افته ایستاده؟ نه. حقوقش را توی دفاع کرده ایستاده؟ نه.
گور چوبش رو تو کرده ایستاده ای؟ نه. شرطه خورد یگان بار دلبرداری کرده ایستاده ای؟ نه. در این مابین 30 سال هر سال 1000 تاجیک مرده رفت. به تاجیکستان اگر 1000 تاجیک حساب کنیم 30,000 تاجیک در روسیه مرده رفت. به 30,000 مهاجر به یک نفرش رهبر کشور همدردی بیان کرد یا نه؟ مایلش نکن، همین همدردیت از سرت ماند. اقلا زیر ملامت جهانیان قرار ندی به خاطر منفعت های ناپاک خودت. تروریست اکستریمیست تو میفهمی اگر این مردم تروریست اکستریمیست باشد تو تا امروز اومده نمیرسیدی، جرستت میبرآورد، اولادت کتی قیر میشدی، به اهل اولادت نابود میشدی، زیر ترور قرار میگرفتی، خانه هایت میترکید. هیچ کس پیش رو این رو گرفته نمیتونست. ببین چقدر دولت های قدرتمند، چقدر ابرقدرت ها امنیت هاشان همین بدندان گزیده تامین کردگی پیش روی تروریسم و اکستریمیسم رو گرفتن نتونسته ایستادن. تو میگیری سروزیر رو ترکنده ایستادن، پلیس رو ترکنده ایستادن، تو میگیری پیش روی این رو نمیتونی. اگر همین تاجیک تروریست اکستریمیست باشد هم جنازه تو رو کی ها میخوندیم، حتی جنازه نمیخوندیم چون مردات رو نمیافتیم. مقصد این است. میفهمی؟ چرا دروغ میگویی؟ چرا ملت رو بدنام میکنی؟ نگاه کنید، موفقیت گفتیم که اینها موفق شده هستند، اما این موفقیت چی موفقیت؟ همین موفقیت شما چی است؟ در بدنامی نگه داشتن ملت، سرکوب کردن یک ملت کهن بنیاد سربلند، پراکنده ساختن و مهاجر در بدر کردن مردم، مگر برای یک حکومت یک کشور، حکومت یک دولت این موفقیت دانسته می شود؟ آیا کسانی که در رأس حکومت تاجیکستان هستند مگر نمی اندیشند که برای از این بدنامی و پراکندگی بیرون کردن ملت چقدر وقت لازم است؟ شما بدنام کرده شدید، زیر ملامت عالمیان ما رو قرار دادید، تروریست و اکستریمیست ما گفتید، اما از این بدنامی ملت را برای رها کردن از این ملت را از این بدنامی برای برآوردن باز چند سال دیگر لازم است. شاید 10 ساله ها نمیرسد، شاید 100 سال دیگر نمیرسد. اگر همین روز بس کردید و به خود آمدید و یک تصمیم درستی انسانگرایانه گرفتید، شاید 10 سالهای دیگر لازم است که ما از باور عالمیان این فهمش را از ذهنیت عالمیان براریم که تاجیک تروریست نیست، تاجیک اکستریمیست نیست. میفهمید؟ میفهمید شما چی کار کرده ایستاده اید؟ میفهمید؟ شما مثل یک گاو تراقی همه جا را آلاینده ایستاده است، همه جا را بس حالا مایلش آلایندی آخر بس کن، همه جا را زیر کرد رفت بوی بد. اقلا به تازه کردن سر کن، به تازه کردن امروز سر کردی، شاید 10 ساله های دیگر لازم است. تو همه رو آلاینده شدی الکی. اگر همین روز بس کردی به تازه کردن سر کردی، یک چندین 10 ساله ها شاید 100 سال باشد، 50 سال باشد، یک کمتر ملت سری خودش رو گرید و از این ملامت نجات یابد، از این ملامتی که به سر ملت شما آوردید. وگرنه این ما هستیم که به دیگران حق میدهیم درباره ما بد گویند، از افغانستان ایستاده گپ زنند، از ترکیه ایستاده گپ زنند، از مالزی ایستاده گپ زنند، از کویت و قطر ایستاده گپ زنند، از روسیه ایستاده گپ زنند. وگرنه این ما هستیم که حق میدهیم دیگران درباره ما گپ زنند، به ما درس دهند که ما باید چیکار کنیم و از این ورطه بدکاری بیرون براییم. همه رو به سر ما معلم کردید، همه رو به سر ما نصیحتگر کردید. کی؟ همین شما. در کجا نرویم به ما نصیحت میکنید این خیلی نباید کردن در کار است، نباید تندگرا بود، نباید
افراطگرا بود. کجا نروید کنفرانس، کجا نروید سمیناری ضد افراطگرایی، ضد تنگرایی، بکی به تاجیک. همه رو نصیحتگری ما کردید. گذشته های ما، همین گپ های ابسوسته، همین گذشته های ما، کلاسیکان ما بزار شدم از همین گپ ها گفتن. لیکن باز بگوید گذشته های ما معلمی بشریت بودن، معلمی اخلاق بودن. کتاب های آنها همچون درس اخلاق به عالمیان درس داده می شود. ما امروز ببخشید 4 خر خنگلی دو پایه رو برده در رأس حکومت ماندن، تمام عالمیان به ما نصیحتگر شد. میخیزند علیه ما جهاد اعلام میکنند. میخیزند علیه تاجیکستان جهاد. خیر اونها گپ زدن. آیا گپی اونها زدگی همین مگر به شمال شاخ درخت می جنبد؟ نه، شمال شد که شاخ درخت جنبید. شما احمقی نمی کردید، اونها گپ نمی زدن. ببینید این کاری رفتاری که کردید، آشکارا از سر زن رومالش رو کشیدید، ریش مردم رو در سرش خونه برده تراشوندید. یعنی بر ضد اعتقاد مردم سری کار گرفته. شما با احساس مردم سری کار گرفتید، با احساس مسلمان که سری کار گرفتید. با احمق ها، با احساس 1.5 میلیارد اهالی روی زمین شما سری کار گرفتید. چون باز میگید که چق دارد که از بیرون با ما گپ یاد میتید، گپ میزنند. اوی احمق، با تو با برابری از سر یک زنی تاجیک روسریش رو گرفتن، تو با احساس 1.5 میلیارد اهالی روی زمین سری کار گرفتی. انصاری گپ زد، عبدالقادر حامی گپ زد، مولوی فیروز گپ زد. اگر انصاری نبود، عبدالقادر حامی نبود، مولوی فیروز نبود، انجمن علمای مسلمان نبود، یا در مساجد ترکیه کسی چیزی نمیگفت، دونسته باشید در بین این 1.5 میلیارد مسلمان که از شرایط امروز تاجیکستان آگاه می شود، می برآمدن نفرهایی که صدها نفره که به جای انصاری گپ می زدن. یعنی انصاری دیگر می برآمد، مولوی دیگر می برآمد، گپ می زد علیه شما. گپ وقتی که شما یک پرابلمی بدون سرحد می سازید، از خودتون گله کنید. گفتی روسا پینایتی نصیبیه. اگر سیاست پیش گرفته تاجیکستان مثل انمی رو سیاست نازی، یعنی سیاست فاشیستی و خود برتربینی از دیگران، ما ملتی بزرگیم، ما باید ملتی، اگر سیاست همین سیاست باشد، هیچ خیری در این سیاست نیست. در همین سیاست فاشیستی، یعنی خود برتربینی، سیاست نازیدن، سیاست نازی، هیچ خیری وجود ندارد. در عصر 21 ملت رو به انزوا میبرد، دیگران رو بر ضد ما میشوراند، حتی همسایه ها به ما با شبهه نگشتگی میشوند. در کشور همسایه ما بخارا هست، سمرقند است، خوارزم است. در این کشور همسایه چندین زمین تاجیک هست، عرف و عادت تاجیک هست، مقدسات تاجیک وجود دارد، مقدسات ملت تاجیک وجود دارد. با این هیاهوی های ملتگرایی شما آنها رو هم خواطر میکنید. با این هیاهوی های ملتگرایی یک سیاست سازنده پیشه کنید. وقتی که آنها رو خواطر کردید، یک بلاهای بسرتان بدون چشم داشت میبیاید که به هیچ گفتار راست نمیوید. یک قدم یک کمتر راست کرده ایستادگی مشکند. طالبان گنده، این طرف به این طرف با سیاست ملتگرایانه پیاده، اینش گنده ویش گنده، در مابین یک جزیره با نام بهشت روی زمین که دایم از او بهشت همه گریزان وجود دارد، دیگه همه بد.
همه بهترین در همونجا وجود دارد، دیگه همه اطرافیان بدن. این کارتون درست نیست. شما وقتی که با احساس مسلمان بازی کردید، مسلمان رو تحقیر کردید، از اون طرف اقیانوس راهش رو یافته میبیاد. انما المؤمنون اخوه، مومن برادر مومن گفته، راهش رو یافته میداره داخل تاجیکستان. بعد این احمقی رو شما کردگی هستید، در اونجا تاریخش برابر میسوزد. اون خارجی که داخل تاجیکستان اومد، انما المؤمنون اخوه اینجا بر ضد ستر و حجاب مبارزه رفته ایستاده است، باید بر ضد اینها جهاد کنیم گفته. او نه میدوند که کی خواهر کدام، مثلا کدام سطرپوش خواهر کدام برادر است و کدام سرلوش، مثلا گیم کی پدری کدام سرلوچ است. برای او همه یک تاجیکستانیان، همه تاجیکستانیایی که برای فرض الهی پرابلم ایجاد کردگی هستند. بعد چی میشود؟ تاریخش برابر میسوزد. ببینید از خارج گپ برآمده ایستاده است. از خارج گپ زده ایستادن. در داخل چی؟ در داخل در یک جامعه گوناگون قوم، گوناگون این گوناگون قوم، ازبک داریم و قرغیز داریم و روس داریم و اوکراینز داریم و در تاجیکستان ها مثلا در خودی بدخشان چند زبان چند قوم وجود داریم. مثلا گریم چند گویش وجود دارد، چند مذهب وجود دارد، گوناگون مذهب هستیم، گوناگون زبان هستیم، گوناگون قوم هستیم در تاجیکستان. عرف و عادت های هر خیله داریم. حتی مثلا گریم عرف و عادتی حتی مردمی سوخت دیگر خیلتر است، مردمی خطلون دیگر خیلتر است، مردمی بدخشان دیگر خیلتر است. در ان همین یک کشوری گوناگون قوم، گوناگون عرف، گوناگون عادت، گوناگون مذهب، گوناگون زبان، شما میخواهید یک دولتی نوزی بنیاد کنید، یک دولتی ملتگرا بنیاد کنید. یکی رو خرسند میکنید، دیگر رو خفه میکنید. بیدین رو خرسند، دیندار رو خفه، دیندار رو میرنجونید. یا دیندار رو خرسند میکنید، بیدین رو میرنجونید. این گونه سیاست مگر درست است؟ مگر ملت رو بر ضد همدیگری شوراندن نیست؟ مگر در همین سیاست پیش گرفته شما برابر حقوق مردم تامین می شود؟ یکی رو به انزوا میفرستونید، یکی رو تو این خیر رومال پوشیده‌ای به بیمارخانه راه نیست، شهروند کامل حقوق کشور، به اداره دولتی راه نیست، به حکومت راه نیست، به جماعت راه نیست. این چی گپ است خودش؟ بعد همین نفری که شما شهروند کامل حقوق را به خاطر روسریش به بیمارخانه راه ندادید، به مکتب راه ندادید، به مقامات راه ندادید، نسبت حکومت بدبینی پیدا میکند یا نمیکند؟ او عقیده است، او طبق عقیدهش کار کرده شده است. همه عالم به سرش چپه کن، تو را بد میبیند که هر چند گپت رو گوش میکند، از ترس از هراس رومالش رو میکشد، لیکن تو را بد میبیند. در نمازهای شبش تو را دعای بد میکند، تو را بد میبیند، تا مردنش به خودش بد میبیند، به فرزندانش تو را بد میکند، به نبیره هایش تو را بد میکند. بعد یک قشر معین جامعه هیچ وقت درباره این حکومت خوشبین نمیماند. ما با همین سیاست خطایتان ملت رو بر ضد خودتان میشورونید و در بین ملت، در بین مردمی مثل یک کشور جدایی ها ایجاد میکنید. یکی از یکی بهتر است، یکی از دیگری بدتر است. این چی گپ است؟ آیا ما درک و فهم جامعه دموکراتی رو داریم؟ میگیم جامعه دموکراتی ساخته شدیم، همین روند رفته شده است، حالا رفته نرسیدیم. مردم در دنیا الکی به سیستمی دیگر وارد شده شدند،
جنازه دموکرات خونده شده ایستاده است، یک سیستم های دیگر به میان آمده ایستاده است. حالا ما گفته ایستادیم که چی این روندی به دموکراتی رسیدن یک چی دور دراز است، ما آهسته آهسته رفته ایستادیم. یعنی سنگ پشت به طبق راهروی سنگ پشت رفته ایستادیم. باور کنید در زمان معاصر در عصر 21 یگان ملت گرایی، خود برتر بینی و نازیدن ها مردم یک کشور را که گوناگون اندیشی و گوناگون باوری در آن وجود دارد خوشبخت کرده نمیتواند. من چیزی را در صحیفه فیسبوکی هم نوشتم. نمیتواند. هر قانونی که حقوق آزادی یک قشری جامعه را به خاطر حقوق آزادی و خواسته های قشر دیگری جامعه محدود یا سلب میکند باید از بین برداشته شود. این خیلی قانون به ما در کار نیست. اگر ما پیشرفت میخواهیم، به عصر 21 همپا بودن میخواهیم، فکرمون را، اندیشه امون را به عصر 21 سازگار کنیم. یعنی یک تصوراتی زیستن در عصر 21 را داشته باشیم. همین ملتگرایی، اندیشه نازی یعنی فاشیستی که حالا 100 سال نشده است در همین گرمانیا در آلمان به میان آمد، ببینید بر سر عالمیان چی بلا آورد، چی کلفت آورد که تا به حال حاضر تاثیرش وجود دارد. 100 سال نشده است. میلیون ها آدم قیر شده رفت. مگر ما همین رو میخواهیم؟ چرا ما از تهاجم فرهنگی میترسیم؟ من همین سوال آخرینم همین است. یعنی با همین صحبت امروز رو با آخر میرسونم. چرا ما از تهاجم فرهنگی میترسیم؟ برای اون ما از تهاجم فرهنگی میترسیم که ما قابلیتی با طور آسایشته با راه تشویقی ترغیبی فرهنگ ملی رو نداریم. ترس ما انا برای همین هست. در رأس حکومت بیسوادها نشستند، آنها نمیتوانند با راه دانش، با راه فرهنگ، با راه آسایشته، با تلویزیون در دستشان، با گازیت در دستشان، نشریه ها در دستشان، رادیو در دستشان، وزارت فرهنگ در دستشان، مکتب معارف در دستشان، دانشگاه در دستشان، نمیتوانند فرهنگ ملی را تبلیغ کنند به طور آسایشته. فرهنگ ملی با راه زوری تشویق نمی شود، به گردن گرفته نمی شود. امروز تو زوری کرده فرهنگ بالای سر یک از بار میکنی، فردا ترک میکند. یعنی ترس ما از تهاجم فرهنگی هم، حالا این پرزیدنت میبرد گام میزنه تهاجم فرهنگی، ما اگر زبانمان را حفظ نکنیم، ما اگر این همش دروغ است. تو زبانت حفظ میکنی، حالا با کریلیک نوشته ایستاده ای. یک تاجیکستان با خط ناشینمی سریلیک می نویسد. در عصر 21 به یگان جا شینم نیست. حتی در کامپیوتر کار میکنی، همین دو سه شریفتی چی میگود گفتی امید جیهانی بوام گرفته شده است. تایمز نیو رومان، تاومه، پلاتینو لینتی، اریال، یک سه چهار تا هست. همین ها هم تاجیکا ساختگی نیستن. همین ها مرده قبول میکند شریفت تاجیکی رو. یک کلاویاتوری تاجیکی نیست. چی برآورده است؟ اسکوستوینی اینتلیکت، هوش مصنوعی. تمام زبان ها رو هوش مصنوعی میدوند مگر تاجیکی. برای چی؟ برای اینکه چند بیسواد نه در فکر ملت هستند، نه در فکر جامعه هستند، نه در فکر پیشرفت هستند.
هوش یادشون فقط همین مردم رو در حالت سرکوبی نگاه داشته، دارایی مردم رو دزدیدن، غارت کردن. همین. مگر با همین ما پیش میرویم؟ گجای این تیمی که در حکومت از گجایش غمخور است. اوی کسانی که برای ایمیج این حکومت کار میکنید، گلو میدرونید، انصافتون رو خاک خورد. از این بیش گپ زده نمیتوانم. تماشابینان عزیز، امیدوارم که فکرم رو، نظرم رو فهمانده تانستم. امیدوارم که شما مرا درک کردید و به این نظرم که ما در این برنامه بسیار فکر و اندیشه ها بالای پیشرفت جامعه گفته خواهد شد و نه تنها نظری من، بلکه من کوشش میکنم که به این برنامه کارشناسان رو دعوت کنم، صاحب نظران، صاحب فکران رو دعوت کنم و فکر و اندیشه های آنها برای پیشرفت جامعه تاجیکستان پرسیده شود و ما گوش کنید و بشنوید و حلاوت برید. تماشابینان عزیز، از یکایک شما خواهش میکنم که و میپرسم که شما در برنامه های ما درباره کدام موضوع میخواهید صحبت شود. خواهش میکنم در نظرگاه، یعنی در کامنتری نویسید و میخواهید که ها در برنامه باید برآمد کنند در برنامه ما و میخواهید فکر نظری آنها رو بشنوید، به ما نویسید. ما حتما آنها رو طبق طلبات شما اگر راضی شوند به برنامه دعوت میکنیم و صحبت آنها رو گوش میکنیم. تماشابینان عزیز، اگر این صحبت های ما موردی پسند شما قرار گرفته باشد، لطفاً تکمه پسند را پخش کنید، یعنی تکمه لایک را پخش کنید. لطفاً از همینجا خارج نشده درباره این صحبت های من نظرهای خودتون را بنویسید و لطفاً میخواهید اگر که همین صحبت ما را دیگر رو هم بشنوند، لطفاً یعنی لینک نوار رو به دوستانتان، به دیگران بفرستونید و خواهش میکنم که اگر همین کانال ما به شما معقول شده باشد، لطفاً آبونه شدن را فراموش نکنید. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکت محمد در برنامه روزنه فکر. یکایک شما را به الله پاک می سپارم. همیشه در پناه خدا باشید. خدا نگهدارتان باشد و هیچ وقت غم و کم را نبینید و امید میبریم که در تاجیکستان یعنی پیشروی و ترقیات هم میبینیم، با هم میبینیم و انشالله سربلندی نصیب ماست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا دیدارهای دیگر، خدا نگهدار.